سلام. امروز خیلی مود خوبی دارم، به چه دلیل نمیدانم و خیلی خوب خوابیدم. البته ساعت 5 صبح خوابیدم ولی خیلی خوب خوابیدم و فقط دوست دارم امروز برقصم، همینطور بی خود و بی جهت. خیلی مودم خوبه. گل من است چطور؟ اومده بودم چی خریدامو بهتون نشون بدم. خریدای دوران پریودی بود و دیروز انجام داده بودم. دستشون نزدم به خاطر کی؟ شما دوست داریم ببینید برای دوران پریودی چی میپوشم. خیلی انرژی دارم، نمیشه چطور تخلیهش کنم. اول از همه نرمالو رو گرفتم. گردن داره، زیپ داره، توپ داره و گشاده. باید بپوشمش الان و ببینم که به اندازه کافی نرم هست، گرم هست، مهر و محبت اصغر رو برام جبران میکنه یا نه. و شورت دوران پریودی گرفتم، یعنی این شورت استفادهش کردم، نیاز داشتم چون که توی دوران پریودی به سر میبرم. چه شکلیه این؟ چرا اوکی این شکلیه. این سایز سمال هست، باورتون میشه، ولی فوق بلنده. یه اسکیه. و داخلش هم بچه ها پده. ببینید چطوری میتونید داخلش اینطوری، داخلش پارچه خالی نیست. میبینین؟ از پشت تا جلو. منتها تو این 2 روزی که من استفاده کردم یه عیبی درونش پیدا کردم. ببینید داخلش پرس میشه. نه نوار بهداشتی، اگه نوار بهداشتی استفاده میکنی ندا اصلا خورد نکن. نوار بهداشتی اگر استفاده میکنی و چسبشو میکنی این باعث میشه که پرس بشه. من 2 روز فقط ازش استفاده کردم. نکته مهمتر یادم رفت که بهتون بگم، شورت پریودی ما 600,000 تومنه. اون وقت میگن 50 دونگی سر قرار حساب کنیم. اسکول و فقط شورت پریودیم 600,000 تومنه. اوردی دونگمو پرداخت کردم تو باید به من پول بدی تازه. نبگی هیچ وقت 50 نبوده و هیچ وقت هم 50 نخواهد بود. امروز مودم خیلی خوبه، میسپارم به روزی که مودم بده، اون وقت 50 رو خدمتون توضیح میدم. دیگه شاگر ما میبرم. اون چی خریده؟ اینم یه شلوار برای دوران قاعدگی گرفتم، مشکی رنگ عشق. اوکی اینم باید بپوشم با شما و تصمیم بگیریم. یه چیز کلوف میخواستم، کلوف رو خوب. جوراب گرفتم، خیلی مهم بود، نیاز بود بهتون بگم. دیگه دنبال این میگشتم. این نوک مداده. یه جوراب دیگه هم گرفتم. این جورابا خوبن، ساقدار میخواستم بگیرم برای بوت و خوبیش به اینه که پایینش مشکیه، چون که همین دیگه صدای آتش فشانی رو میشنوی رو مغزمه. موزمون داره قاطی میشه. فاکین بای. خریدامونو پوشیدم. نظرتون چیه؟ هر 3 تا رو پوشیدم. بذارید من نظر کارشناسیمو اعلام بکنم. اوکی اینو دوست دارم، نرمه گرمه، ولی خب نرمی و گرمی حاج اکبر رو برام جبران نمیکنه و مخصوصا پولشو. ولی اینو نمیدونم برش گردونم یا نه، به خاطر اینکه زیپشو اگه تنها بپوشم، بدون زیر پوش بپوشم، زیپشو حس میکنم روی بدنم و من دوست ندارم زیپ حس کنم و فقط گرمی و نرمی دوست دارم حس کنم. شلوارمونم خیلی خوبه، نرمه، منتها یه بدی داره، فوق بلند نیست و اینا تزیینیه. من فکر کردم اینا رو میتونی سایزشو مثلا گشادتر کنی یا تنگتر کنی. این برگردونده میشه شلوارمون و اینم که چیز. میخوام قیمت ها رو به تومن بهتون بگم. 800,000 تومن، 600,000 تومن، شورتمونم 600,000 تومنه. امیدوارم که گزارش زنده از استانبول ترکیه توسط ندا سرکارخان. چقدر چوسشه میگی پدر سگ دوست دارم.
پاره شدم، پاره. نمیدونستم صدای آتش فشانی 24 ساعته از اینجا بیرون میاد، وگرنه خونه رو نمیگرفتم. میدونم، مطمئنم، همه هم میدونن که من باعث کنسوزی عده کثیری هستم، ولی نمیدونستم که آتش فشانایی که برای خاموش کردن آتش کنسوزی دشمنام و گوخورام هست، این آتش فشانا از تو خونه من رد میشن. انگار میخوان منو در جریان بذارن، یادآوری کنن که ندا تو 24 ساعت عامل کنسوزی خیلیا هستی روزانه. این یادآوریه.